سلام. این روزها به نظر میاد که ماشین نظام یه چرخش روی جاده است ولی یه چرخش رفته روی پرتگاه و توی این وضعیت که همه چیز بین زمین و آسمون دلنگونه، از درون نظام صداهای جور و جوری شنیده میشه. صداهایی که بعضن جدیده، مثلا بوفالوی نظام که همیشه رسالت مالکشی اقدامات حکومت رو به عهده داشت، اونم صداش در اومده که چه خبره، چرا همه دارن به هم میپرن. رسانه‌های ما اونجوری که واسه کار نمیکنن. بابا این چه وسیله توی فضای مجازی رو انداختی؟ هی مرتب نقد تفاهم، مرتب برخورد به این، برخورد به اون. بابا نتیجه این چیه آخر؟ به کجا میخوایم ما برسیم با این برخوردا؟ ما این روزا داریم در فضای مجازی یه چیزایی رو میبینیم که بنده خط دشمن میدونم. اهانت به فرماندهان سپاه و ارتش، اهانت به نیروهای امنیتی، اهانت به نیروهای نظامی در فضای مجازی با ادبیات بد، با الفاظ نامناسب. بابا 4 ماه بیشتر از جنگ رمضان نگذشته، بعد چطور تو به خودت اجازه میدی زیر باد کولر نشستی پا رو پا انداختی فرماندهان سپاه و ارتش و نیروهای امنیتی رو با بدترین الفاظ مورد اهانت قرار میدی؟ کسی هم اگر به شما حرفی بزنه سریع بهش برچسب ضد انقلاب میزنید. خب ظاهرا یه موضوع جدی روی میزشون دارن که اختلاف نظرات سرش اینقدر شدیده. این عکسی که گرفته شد یکی از قاب‌های مهم تاریخ بود که ما هنوز امام المسلمین رو دفن نکردیم. با قاتل امام المسلمین میشینیم تفاهم میکنیم، این طرف قاتل امام المسلمین امضا میکنه، این طرف ما امضا میکنیم. تفاهم بر سر چی؟ بر سر اینی که ما به هم دیگه تعرض نکنیم دیگه. اولا مگه ما تعرض کردیم؟ ثانیا مگه ما میشه اصلا با هم دیگه رفع خصومت بکنیم؟ شما مگه میتونید در جریان خونخواهی امام المسلمین داره رفع خصومت بکنیم؟ یا اصلا حق هم چی کاری رو ما داریم؟ ما دست کم برای اینکه مشتریشین تا فتح قدس باید مسئله خونخواهی باید مطرح بکنیم و برای فتح قدس برنامه ریزی بکنیم. پس موضوع دعوا موضوع جدیه، خون رو زمینه، هنوز جسد رو دستشون مونده، بعد بریم تفاهم؟ اصلا مگه میشه؟ اما اگر یه مقدار ریز بشیم روی این قضیه متوجه میشیم که در کنه ماجرا دعوا بر سر راه بقای نظامه. یعنی ساده بخوایم بگیم نظام توی یک موقعیت خطیری قرار گرفته، مثل این فیلم هست که ماشین در آستانه سقوطه، بعد همه چسبیدن به عقب ماشین، نفسا تو سینه حبسه. حالا تو این موقعیت هر کسی فکر میکنه که راه حل خروج از این وضعیت دست خودشه. مثلا یه سری میگن که الان وقتشه که بریم بمب بسازیم، همون بمبه ها. ما میتوانیم صاحب سلاح اتمی بشویم، حالا یا در قالب جنگنده بمب، یا در قالب موشک کلاهک، یا در قالب زیردریایی اتمی، روش‌های مختلف. استفاده نظامی هم بکنیم بدون این که منجر به هدم هرس و نسل و کشتار جمعی بشه. فرض بفرمایید، بارها گفتم، شما یه دونه از این بمب‌های تاکتیکال رو توی دیگو گارسیا، کدوم کشتار جمعی، کدوم نسل کشی، کدام هدم هرس و نسل؟ راه حل ساده و پراتیک، یه بمب اتم درست کنیم، هدفم مشخص کرده، بزنیم دیگو گارسیا، کار تمومه. بعد چی گیرشون میاد؟ من اگر هسته‌ای شدم جلوگیری میکنم الالعبد از این که هیچ متجاوزی جرأت نکنه به من حمله اتمی بکنه. شما وقتی تبدیل قدرت اتمی شدی، ترور رهبران، چه فرماندهان چه مسئولین دیگه از موضوعیت میفته. سانکشن هم دیگه معنا نداره. نظریه بقا هست، بقات رو تضمین میکنه. چرا؟ به دلیل نگرانی از تکثیر تسلیحات هسته‌ای. بنابراین اغتشاشات منبعث از تحریک خارجی هم عملا از موضوعیت میفته. چقدر خوش اشتها، منوی کامل سفارش داده. حالا فقط یه سوال، اگر بمب اتم اینقدر خوبه و مثل پاراسیتول همه دردها رو درمان میکنه، چرا پس تا به حال نرفتید دنبالش؟ از زاویه امنیت ملی میگم، چرا چنین انتخابی نکردن؟ بیشعوری، عقلانیت هسته‌ای نداری. من بارها اعلام کردم به توابین هسته‌ای بپیوندید. من خیلی شفاف دارم میگم بیشعوری. بیشعوری؟ به کی داره میگه؟ چون توی نظام ولایت معمولا تصمیمات حساس اینجوری رو خود ولی فقیه میگیره ها. پس سطح بیشعوری اینجاست. خطابش هم نه فقط ولی فقیه قبلی، بلکه ولی فقیه کوچولو جدیده هم اگر نره دنبال بمب اتم، اونم بله بیشعوره به قول این. البته ظاهرا برای اینکه مارک بیشعور بهشون نخوره، سران نظام برای دهه هاست که دنبال بمب اتم بودند
ولی مثل اینکه همیشه یه مشکلاتی وجود داشته. سوالی که دارم سوال حفظ محرمانگیه. در نگاه بین الملل در 40 سال گذشته ایران یک روز نبوده که در سرش سودای ساخت بمب اتم رو نداشته باشه. ایران تمام تلاشش رو کرد. تمام اینها سر بزنگاه‌های تاریخی لو رفت. ما هر دو تا سایت فوردو و نتنزمون رو ما اعلام نکردیم، لو رفت. ما در شرایطی وجود داریم که رهبرمون به عنوان مهمترین عنصر کلیدی و امنیتیمون که حالا قامتی مثلا 60 سانت در 180 سانت باشن رو نتونستیم پنهان بکنیم، نتونستیم حفاظت بکنیم و از دست دادیم ایشون رو. داره میگه سیستم ما اینقدر آبکشه که یه موجود 60 در 170 مثل علی خامنه‌ای رو که میشه توی هر بشکه یا صندوق عقب ماشینم نگهش داشت ما نتونستیم مخفی کنیم. بعد تو میخوای یه پروژه هسته‌ای با تأسیسات آب سنگین رو مخفی نگه داری تا رسیدن به بمب؟ برو بچه داری قصه میگی. خب کی دیگه طرح نجات داره؟ من راهکارم این بود که تنگه هرمز باید بسته بماند و ما باید تنگه باب المندب رو هم با کمک یمن ببندیم. تا کی؟ تا زمانی که احساس کنیم آمریکا اون موقع میاد امتیاز رو اومد اینو آتش بس حالا الالعبد بود. ما الالعبد ببندیم. بود یعنی چی؟ یعنی که حالا بود. ولی ما برای اینکه حالاها جنگ رو ادامه بدیم به لحاظ نظامی مشکل نشه، یعنی به لحاظ پهپاد، به لحاظ موشک، به لحاظ لانچر. ولی نکته مهم‌تر بود که ما همزمانش میساختیم اینا رو. این یکی میگه در شرایطی که هم در جنگ بودن، هم در تحریم بودن، هم در محاصره دریایی بودن، هیچ مشکلی نداشتن، میتونستن حالاها جنگ رو ادامه بدن. آره اصلا هنوز تو مرحله گرم کردن بودن، هنوز بازیشون رو شروع نکرده بودن که سوت آتش بس کشیده شد. به هر حال اینم یه روایتیه دیگه، یه روایت شعاری کلاسیک. حالا راستی نفت چی؟ نفت میتونستین توی اون شرایط بفروشین؟ در ارتباط با بستن تنگه هرمز خب ما هم نتونستیم نفت صادر بکنیم و عملاً هم چاه‌های ما مورد تهدید قرار گرفت، چون یا باید استخراج میشد که نمیتونستیم استخراج بیش از این بکنیم چون مخازنمون پر شده بود، یا باید میریختیم تو آب دریا که منجر به آلودگی‌های محیط زیستی بود و اون هم محدودیت داشت. پس این که رفتن دنبال آتش بس یه مشکلات اینجوری داشتن، یعنی یه چند روز چک کردن یکم اینور یکم اونور، دیدن نه جدیه، یه بشکه نفت هم نمیتونن بفروشن. اصول عدالت، اصول صداقت، این که ما در این کشور تا 5-6 سال تورم 50% داریم، واقعیت هست یا نیست؟ 40-50 روز یه بشکه نفت از این خلیج فارس نتونستیم صادر کنیم. از این برای اقتصاد ما رو زدن داغون کردن، یک بیکار شدن. جوانای ما در آینده هیچ امیدی براشون نیست با این روند، تازه به بیکاران باید پول بدن، مالیات هم نمیتونن بگیرن. خب یکی به من بگه پول از کجا باید بیارن این کار؟ وقتی میجنگی باید پای لرزش هم بشینی. اما پزشکیان این رو گفت و بلا گفت، چون اینکه نمیتونیم نفت بفروشیم رو دیگه اونی که کف خیابون توی تجمعات شبان هست که نباید بفهمه، اون زیر پاش خالی میشه. این فقط باید بین خودمون بمونه. شما دیدید دیگه الان رئیس جمهور محترم چی گفتن؟ گفتن حی علی الاصول. وقتی بهشون گفتن که اصول این واقعیت هاست، ما دیگه نمیتونیم نفت بفروشیم، نفت نداشتیم، این نداشتیم، اون نداشتیم. نتیجهش یعنی باید بریم پای آمریکا رو ببوسیم. نتیجهش اینه دیگه نمیتونیم. این همون خوفیه که داره ایجاد میکنه. ببین حتی اینم رد نمیکنه که نفت نداشتن و این نداشتن اونو نداشتن، فقط سر نتیجه شاکیه که اینطوری خوف ایجاد میشه. ولی خودش هم هیچ راه حلی نمیده که پس چطوری میخواستن محاصره دریایی رو بشکنن، چون اونایی که دستشون توی کاره میدونستن که این کار شدنی نیست. ما اگر میخواستیم محاصره رو بشکنیم باید یک جنگ بزرگتر از جنگ 38 روزه میکردیم برای شکستن اون. پس توی چنین شرایطی که صادرات نفتشون به صفر رسیده بود و دیگه هیچ منبع درآمدی نداشتن، مجبور شدن برن پای تفاهم نامه. اتفاقا همونهایی هم که توی جنگ بیشتر دستشون توی کار بود، بیشتر دنبال این توافق بودن. دقت کردید چرا نظامی ها مخالف نبودن با توافق؟ به دلیل اینکه جنگ عرصه‌ای هستش که طرفین تقابل با واقعیت محض روبرو میشن، از شعار به مرحله واقعیت خالص میبینن.
پس توی جنگ و محاصره دریایی داشت منابعشون تموم میشد. برای اینکه از این حالت خفگی ولو موقت حتی برای چند روز خارج بشن، مجبور شدن برن پای این تفاهمنامه و در ازاش تا خرید گندم و سویا از شیطان بزرگ هم پیش برن، چیزی که همتی رئیس کل بانک مرکزی هم بهش تلویحاً اعتراف کرد. دو تا یادداشتی که امضا شده در جریان مذاکرات اصلا بحث خرید الزامی از آمریکا نیست، ولی ما هیچ مانعی هم نمیبینیم اگر واقعا نرخ و کیفیت کالاهای اساسی در آمریکا مثل ذرت، مثل گندم یا هر چیزی که ما میخوایم بخریم اگر کیفیتش خوب باشه، نرخش هم خوب باشه، ما هیچ مانعی نمیبینیم که از آمریکا بخریم. تا حالا مگه از کجا میخریدیم؟ از شرکت‌های بزرگ آمریکایی بودن، اروپایی بودن، این رو جهاد کشاورزی ما از اونها میخرید. پس بنابراین هیچ مانعی نداریم. بنابراین ما انشالله طی روزهای آینده اولین پارت خرید رو انجام میدیم. حالا این باند فکر میکنه که توی این همه بدبختی همین که بتونیم گندم بخریم هم غنیمته. اما جماعت ولایت مدار کف خیابون میگن وای بر ما، در تاریخ اولین ملتی هستیم که خون پیشوای خود را به گندم و ذرت فروختیم. چه حرفاتی میزنیم؟ هی اراجیف دشمن رو بیاریم توسعه بدیم و ما هی تکمله بزنیم به اراجیف دشمن، هی دشمن بگیم ما مسلجم بگیم و بگه اینا میخوان بیان از فقر فلاکت از ما سویا بخرن، گندم ما رو بردارن، ما بینا گندم میدیم، سویا میدیم، کشاورزام چین چند بشن. یا آقا بگه حالا اگه داشتن دلیل نداره ما میگیم. چه حرفی؟ از کی میخواید بگیرید بدید؟ با کی میخواید معامله کنید؟ با قاتل آقا؟ با کسی که آقای ما رو کشت با اون میخواید معامله کنید؟ از اون جنس بگیرید؟ مجتبی که این وسط میدونست در این نقطه چیزی بهتر از همین تفاهمنامه گیرشون نمیاد و نظامش هم توی بد مخمسه گیر کرده، میخواست با یه پیام هم بذاره کار این تفاهمنامه پیش بره و هم چیزی به گردن خودش نیفته که اگر بعداً خراب شد، که احتمالش هم خیلی زیاده، بگه من که گفته بودم نظر دیگری دارم، خودشون رفتن. امام جمعه‌اش هم فرستاد که همین خط رو پیش ببرن. مذاکرات هم موافقانی دارد و هم مخالفانی دارد، اما اون چیزی که برای ما تعیین تکلیف میکنه که آیا مذاکره بکنیم یا نکنیم فرمایش مقام معظم رهبری است. ایشان فرمودند بنده علل اصول نظر دیگری داشتم، اما بنابر تعهدی که رئیس محترم جمهور به من دادن من اجازه دادم. با این پیام اماممون دست مذاکرات کننده ها برای اینکه امتیازی از کشور به آمریکا بدهن بسته شده. یعنی امام جامعه دست هیئت مذاکره کننده ایرانی رو بست. بله، همونطور که ملاحظه کردید این یکی همه چیز رو روی سر مذاکره کننده ها خراب کرد. گفت این مذاکره کننده ها آدمای پاشولی هستن، ممکنه برن توی مذاکره همه چی رو بای بدن، که با این پیام آقا مجتبی راه وادادنشون رو بست. یعنی همین پیام کوتاه مجتبی به طور خاص واژه علل اصول که در اون اومد کافی بود تا یه موج جدید از حملات رو توی کل نظام شعله‌ور کنه و هر طرفی با تفسیر مورد نظر خودش از این پیام به باند رقیب حمله کرد. مثلا این یکی یقه اعضای شورای عالی امنیت ملی یا همون شوام رو گرفت که شما غلط کردید، خلاف نظر رهبر رأی دادید به این تفاهم نامه. لذا آقا فرمودن اینا اومدن پیش من تعهد دادن، همان 12 نفری که رأی مثبت دادن از 13 نفر 1 نفر فقط رأی مثبت نداد، 1 نفر به درستی تشخیص داد نظر ولی جامعه، 12 نفر دیگه نظر آقا رو تامین نکرد. آقا فرمود من نظر دیگری داشتم. این جمله معنا دارد، نظر دیگه داشتم، اینا اومدن پیش من تعهد دادن. آقا چجوری بگه من مخالفم؟ یعنی داره میگه در بالاترین ارگان تصمیم گیری نظام که شوام یا همون شورای عالی امنیت ملی باشه، 12 نفر از 13 تا خط ولی فقیه رو پیش نمیبرن، دارن یه خط دیگه میرن. بعد هم ولی فقیه دیگه چیکار کنه؟ باید تسلیم بشه. فاین تذهبون، کجا داریم میریم؟ بعد میگه از بین 13 نفر اعضا 12 نفر رأی مثبت دادن. این قبلش رهبر معظم فرموده بودن که اعضا بررسی کنن، نظرشون رو به من منتقل کنن و در نهایت فرمودن اگر 2/3 اعضا
موافق مذاکره بودن من تادم. خب بیش از 2/3 12 نفر از 13 نفر داشتن دارن دفاع میکنن از اینکه ما عمل کردیم به نظر 12 نفر. این که افتخار نیست. وقتی رهبر معظم میگن علل اصول من نظر دیگه داشتم، شما اینو بررسی بکنید، بررسی کنید که ساختار فکری این عزیزانی که اونجا بود چه توجیهاتی براشون شد تو جلسه که باید 12 نفر به خلاف نظر رهبری بگن که ما موافقیم. جالبه، میگه اولش مجتبی گفته بود از 13 نفر شوام اگر 2/3 بگن آره منم برای مذاکرات پایم. بعد اینقدر اوضاع نظام خرابه که از 13 تا 12 تاشون یعنی بالای 90% میگن بدو بریم برای مذاکره. حالا که اینطور شده میگه چرا نظر همتون با نظر رهبر فرق داره؟ تو خودت پرسیدی، ما هم اوضاع پتا رو دیدیم نظر دادیم. میگه نه، شما دارید نظر خودتون رو به رهبر تحمیل میکنید. رفتیم یه سری امتیازای سر اورانیوم و اینها بدیم. اون زمان البته رهبر شهید ما راضی نبودن، آقایون رفتن چونه زدن، آقای پزشکیان، آقای عراقچی و اعضای شورای امنیت ملی. یعنی اونجا کاملا ماجرا تحمیلی بود. من این رو همینجا صریح عرض بکنم. تماما با مسئله اجازه رهبری به این موضوع یعنی عملا رد می‌کنی که اجازه داده نشده. نه اجازه داده شده، اما در بیانیه رهبری هست. ببینید نه دیگه، شما حرف تو دهن من گذاشتید خانم عبداللهی. بنده نگفتم رهبری اجازه ندادن. تحمیل که آخه نکنید، تحمیل یعنی اینکه ایشون علیرغم ببینید یعنی ایشون یه چارچوب مطلوبی داشته، بر اساس چارچوب مطلوبش گفته مذاکره کنید. آقایون رفتن اصلا یه کار دیگه کردن، رفتن یه کارهای دیگه انجام دادن، بعدن اومدن چک و چونه زدن. ایشون هم گفته علل اصول من نظر دیگه داشتم، ولی چون بالاخره شما دارین کشور اداره ولی میکنید. اجازه دادم که اجازه‌ای که مورد رضایت ایشان نبود. آخه اجازه با تحمیل نکنید، متضاد هم نه. بالاخره اینم نمیتونه دلیل بیاره که اگر مجتبی نظرش مخالفه پس چرا مجوزش رو داده؟ چون اگر منافع ملی داره این وسط بای داده میشه به قول تو، دیگه این دلایل که چون اونا عقلشون نمیرسه دیگه امکانات نبود، اینا که توجیه نمیکنه. بعد یکی دیگه شون اومد مثلا با اسناد طبقه بندی شده و نامه‌های مجتبی ثابت کنه که این علل اصول منظورش چی بوده که سوتی داد و اسناد محرمانه رو توی آنتن زنده خوند. اما اگه اجازه بدید این که آقا فرمود من نظر دیگری داشتم علل اصول مراد چیه؟ من یه مقدار برخی از مثلا اسناد رو عرض میکنم. من یه جمله میخونم، چاره نیست. این الفاظ هاست: آنچه رقم خورده است تو مذاکرات پاکستان با آنچه قرار بود بشود و شرط مشروعیت مذاکرات بوده است تفاوت کلی دارد. خیلی این جمله. بعد فرمود مذاکرات باید متوقف شد. اینم همینطوری پا رو گذاشته رو گاز، داره تمام نامه‌های مجتبی سر مذاکره رو میخونه که از تو گوشی به مجریه میگن قطعش کن. نه به خاطر اینکه سند محرمانه است، چون داره نشون میده که مجتبی چقدر توی دنیای خیالات سیر میکنه، چقدر توی اونجایی که لونه کرده از دنیای واقعیت فاصله داره. تو تنگه هرمز ببینید آقا چه چیزایی فرمودن: لزوم دانستن ارزش تنگه هرمز، انحصار مدیریت ایران به ایران، اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به عنوان دستاورد مهم، تنگه هرمز باید فلان بشه، عدم جواز عبور شناورهای دشمن از تنگه هرمز، عدم جواز عبور شناورها و دستاورد تکرار توقیفش باید بشن. کشتی‌ها رو هم تقسیم کردن، بعضی اصلا باید جلوش گرفته شود آقا فرمود، بعضیا میتونن رد شن با پرداخت عوارض، بعضیا میتونن رد شن بدون فرمان. بعد فرمودن مشروط بودن عبور کشتی‌های آمریکایی به اعطای غرامت جنگ در پیامی که در 21/12 مطرح کرد و همینطور مواردی دیگه. بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب آقای نوویان. همراه ما باشید بینندگان عزیز، یک فاصله کوتاه رسانه‌ای داشته باشیم، بعد از اون با ادامه برنامه با شما خواهم. دیگه از اینجا برنامه قطع شد و یه مدیر برنامه رو اخراج کردن که بعد همباندی‌های نوویان اینجوری اومدن ازش دفاع کردن. کامران غضنفری عضو مجلس آخوندی: نبویان پشت پرده یک شبه کودتای سیاسی علیه رهبری نظام را برملا کرد، لذا مورد هجمه شبکه رسانه‌ای آنان قرار گرفت. نمایندگان انقلابی کمر کودتاگران را خواهند شکست. پس شما اینجا متوجه میشید که در درون همون باند اصولگرای سابق الان یک جریانی هست که خودش رو نمایندگان انقلابی میدونه و یه باند دیگه‌ای هست که اونها رو کودتاگران مینامه و رابطه این دوتا باند با هم الان تو نقطه شکستن کمر و خورد کردن فک و دنده و ایناست. از شروط رهبری هاشا که یک دم بگذرید. یه طیف دیگه هم تعارف رو کنار گذاشتن
و گفتن آقا این تفاهم نامه همون جام زهره. علل اصول ما نباید بذاریم دیگه جام زهری به خمینی داده بشه. علل اصول ما نباید بذاریم اتفاقایی بیفته که بعد خودمون بشینیم قصه بخوریم چرا در اون لحظه‌ای که باید باشیم نبودیم. پس بالاخره این تفاهم نامه دستاورد نمیدونم میدان و دیپلماسی و ایناست یا جام زهره؟ وقتی این اختلافات بر سر مهمترین اقدام نظام یعنی امضای تفاهم نامه وجود داره، طبیعیه که بلافاصله اثرش رو روی نیروهای کف خیابون در تجمعات شبانه هم میذاره. و یه اعلام خطرم بکنم تو این چند شبی که حالا فرصت شد ما یه مقدار بعد از این تفاهم نامه توی خیابان حضور پیدا کنیم. آقای دکتر، خیابان امروز داره تهی میشه از محتوا نداره. بله پرچم گردونی و یه سری برنامه‌ها اینا خوبه، ولی شما احساس میکنی که اونجا تهی شده. بله، پس از یک طرف نظام یک جماعتی رو آورده کف خیابون، 100 روز نگه داشته و براشون یک سری توهمات و خیالات ایجاد کرده و حالا که با دیوار سفت واقعیت روبرو شده نمیدونه فاصله این دنیای خیالی با واقعیت رو چطوری توی ذهن اینا پر کنه و اینا هم هرچی بیشتر توی خیابون میمونن توقعاتشون بالاتر میره. آقای پزشکیان، آقای عراقچی، فقط شما بگو دیگه چند تا دیگه فرمانده بعد قربانی شه تا شما بیدار شین. چطور شما از یه سوراخ 1000 بار دارین گزیده میشین؟ اگر خجالت از خون آقا سید علی نمیکشین، خجالت از این مردم بکشین که الان بیشتر از 100 شب داخل خیابونن و وای به حال اون روزی که همین مردم شما رو نخوان، همونجور که گذاشتن تو اونجا همونجور هم برکنارتون میکنم. از اون طرف هم پزشکیان شرکا خوب میدونن که خطر اصلی برای موجودیت نظام راه افتادن دوباره قیامی است که در چشماندازه و میخوان با هر ملق و پشتک زدنی جلوی اون رو بگیرن و این وحشت رو هم نمیتونن پنهان کنند. از آنچه که من میترسم اینه که مردم ناراضی بشن و بیان تو خیابون رو اعتراض کنن. من به عنوان مسئول کشور نباید اجازه بدم مردم گرفتار بشن و دیگه به لب برسند و بریزند و اعتراض کنن. در واقع میشه گفت وضعیت نظام شبیه یک آدم برفیه که توی ظهر سوزان تابستان گذاشتنش وسط حیاط. بعد هر دو بان میخوان اینو خنک کنن که ذوب نشه. یکی با باد بزن داره بادش میزنه، یکی هم پنکه گرفته سمتش. این وضعیت نظامیه که الان به مجتبی نامرئی به ارث رسیده و هیچ چشماندازی هم برای خروج از این مخمسه براش متصور نیست. وقت بخیر و خدا نگهدار.